سلام بچه‌ها، این ویدیو آموزش کامل برای ورود به بازی کال آف دیوتی. دقت کنید، الان به خاطر که اینترنت خیلی کنده یا هنوز یه سری از دسترسی‌ها به نت جهانی مسدوده، شما برای ورود به بازی کال آف نیاز دارید به فیلتر شکن خوب. دقت کنید، اگر از فیلتر شکنی استفاده کنید که هی آی پیش تغییر بکنه، بازی کال آف دیوتی حتما شما رو بند میکنه. پس بهتره که با یه وی پی اینی بازی کنید که آی پی ثابتی داشته باشه. من برای این کار از یه دونه کانفیگ ویتوره استفاده میکنم. دقت کنید، حتما باید از وی پی اینی استفاده کنید که آی پی ثابت داشته باشه. خیلی ها هستن دارن با فروش DNS یا VPN هایی که حالا آی پی ثابتی نداره کلاهبرداری میکنن و ممکنه که اکانت شما بعد از چند روز بند بشه. نگاه کنید، این سرور بازیم 10، یعنی سرور ایرانه، ولی کن با پینگ 100. نه بچه هم آلکاتوس براتون پلی میدم، اونجا هم دقت کنید ببین چطوری. ببینید اینجا هم دوباره من داخل سرور 10 هم، یعنی سرور ایران، ولی پینگم 90 تا 100. سرعت لوت هم قابل قبوله. امیدوارم که این ویدیو به کارتون بیاد و باعث بشه راحت‌تر بتونید بازی کنید.